اینجا در شمال ایرانمان شهری است که از لابلای هزاران قطره آب متولد شده است. روزگاری دارالمرز بود، دارالامان بود، وارنا بود و بیپس. اما حالا رشت است. رشت، شهر بارانهای نقره‌ای. شهری که وقتی چشم باز کرد خود را مابین دو رود دید. دو رودی که در آن زمان پاک بود، زلال و پر رونق. گوهر رود بود و سیاه رود. مثل کودکی نوپا که راه رفتن را می آموزد، زندگی آموخت و مالکان بزرگ و بازرگانان کشورهای مختلف را پذیرا شد. آنقدر مهمان نواز بود که دروازه اروپا شد. در گذشته همه کسانی که میخواستن وارد ایران بشن میبایست از طریق دریای خزر بیان، انزلی پیاده بشن، از اونجا بیان پیربازار، از اونجا سوار اسب بشن بیان رشت و از اونجا داخل ایران بشن. چرا اسم شهر رشت رو رشت گذاشتن؟ خیلی در این باره تا به حال صحبت کردن، اما اون چی که به نظر میرسه درست تر باشه سخنانی است که شادروان سرتیپور گفته رشت در یه منطقه فرودی قرار داشت که 2 تا بازار داشت. یه دونه یه شنبه بازار بوده، یه چهارشنبه بازار. اونهایی که داشتن از مناطق بالاتر فرود می آمدن می گفتن ما داریم میریم به بازار فرودین، رشت بازار. کودک نوپای شاداب ما بزرگ شد، آنقدر بزرگ که به 10,000 هکتار رسید و بزرگترین شهر شمالی ایران شد. برای خودش سالاری شده بود، سالار در فرهنگ و تمدن که توانست اولین مدرسه دخترانه، اولین بازیگر زن، اولین تئاتر و بسیاری از اولین‌های دیگر را در آغوش بگیرد. سرش را با غرور بالا گرفت و پدید آمد تا مردمانی مهربان و خونگرم را در خود جای دهد. تا عشق و امید در خود را به رگ‌های خیابان‌ها و محلاتش روانه کند و هر محله پر شد از عشق و خاطره. پر شد از مردمانی که موهایشان دیگر سپید، مردمانی که وقتی از در خانه‌های پرگلشان بیرون می‌زدند هزاران سلام نثارشان می‌شد و هزاران علیک می‌شنیدند. محله‌هایی که در آن چشم‌ها به هم گره خورد، عشق‌ها پدید آمد، نسل‌ها امتداد پیدا کرد. محله‌هایی چون صیقلان، چون سرخ بنده که حالا دیگر تنها خاطراتشان در ذهن‌ها باقی است. و شاید روزی برسد که ما هم برای فرزندانمان از رونق و صمیمیت کوچه پس کوچه های پرمهر این محله ها حرف بزنیم، دست نوازشی بر سر فرزندمان بکشیم و بگوییم اینجا رو میبینی؟ اینجا زمانی پر از زندگی بود. من در اینجا توپا به پنجره ها زدم، من در اینجا قایم باشک ها بازی کردم. پروژه محور صیقلان یکی از پروژه‌ای است که از بافت
قدیمی شهر رشت رد شده و خیلی از ساختمان‌های قدیمی رشت رو در واقع تو محله سرخه‌بنده تخریب کردن. دقیقاً ای که من نیستم ای خانه‌های بسیار زیادی یادش بخیر. من یادی که وقتی من کوچه پس کوچه های محل مهم شدیم اصلا ای خیابان نو خانه بود، خانه‌های بسیار زیادی و مردم با خونه دل خانه نبو سختی بود. حدود 100 سال 150 سال در هم محل زندگی بود. دقیقاً اوی نگاه بکنید، اوی می پدر بزرگ خانه بود. بنده خدا 120 سال عمر بوده، 100 سال دقیقاً او خانه زندگی بوده. 100 سال زندگی بوده خانه میانه، خانه‌ای که خودش بساخته بود و زحمت زیادی برای خانه بکشیم. دقیقاً من یاد اون روزیه که وقتی به امید تخریب بکنید خانه‌های بسیار زیادی اینه بود و مردمان زیادی زندگی کنید. وقتی اون ساعتی که به امید بولدوزر توده دیگه تخریب بودن دوید صاحبان خانه با حسرت خانه‌های تخریب شده خودشون نگاه بکنید و هم محل ترک بکنید و ازای بشوید. میدون صیقلانی که امروز داریم میبینیم یه قیافه این چینی پیدا کرده این شکلی نبود. دیوارای قرمز رنگ بلند، بندهای توخالی رنگ قرمز که در واقع رطوبت باعث شده بود که بخشی از لعاب روش هم رفته بود و انگار آجرها رو یکی ساییده بودن با ارتفاع خیلی بلند و پنجرهای چوبی و سقف‌های چوبی کنسول شده و سفالی و گاترهای آبی که از کنار اینا میومد پایین و از کف کوچه راه میافتاد تو جوب که نبود، شکل کانیوو بود اون موقع. یک سری پروژه ها باعث میشه که روح و شکل زندگی که ما باش در واقع اخت شدیم رو از ما بگیره. اینکه دیگه خیابون میاد چیا بر ما میاره و چیا از ما میگیره. اینکه مثلا یک مسیری بازگشایی میشه، خب باید ببینیم چی به اون شهر میده و چی از اون شهر میگیره. در پروژه حد فاصل خیابان تختی و میدان صیقلان شاهد یک مداخله بزرگ مقیاسی هستیم که نه تنها به کیفیتی از کیفیت شهر اضافه نکرده بلکه باعث کاهش کیفیت‌ها در بافت پیرامونی هم و عدم انسجام و گستریختگی‌هایی که الان شاهدش هستیم در واقع منجر شد. حالا چرا در صیقلان این اتفاق افتاد؟ من فکر میکنم فقط احترام به ماشین. خانه‌های قدیمی، کوچه‌های باصفا چی بوست؟ همه از بین شد. به جای چی بمانسته؟ ساختمان‌های بدقواره، یه مشت پارکینگ که هیچ هویتی برای این شهر ما نمیده. در شهر که قدم میزنیم دیگر از خانه‌های قدیمی و محله‌های قدیمی این شهر زیبا چیزی باقی نمونده.
اما هنوز عطر آش توتی ساغری سازان را میشنویم. هنوز با بوی ترش و ملس اخته‌های آفخرا خاطره می‌آفرینیم. هنوز به پیرسرا می‌رویم و برای پرنده های قفسی دست تکان می‌دهیم. هنوز می‌توانیم کنار دریاچه عینک بنشینیم و به آینده فکر کنیم. بنشینیم و از دیدن پرندگان بر آسمان این دریاچه لذت ببریم و خدا را شاکر باشیم که اینجا هنوز پر از زباله نشده. هنوز از دست میهمانان خوانده و ناخوانده‌اش در امان مانده. اینها هنوز نفس دارند. هنوز صدای نفسهایشان را میشنویم. هنوز در رگ‌هایشان زندگی جاری است. اما این شهر دیگر کشش ندارد و دیگر نمیتواند این همه خرابی را تحمل کند. رشت رو باید دوست داشت. واقعا رشت داره از بین میره، رشتی داره از بین میره. افعالمون همه ماضیه. داشتیم، بودیم. الان چی داریم؟ الان از اون رشتی که پر از باغ‌های خوشگل بود در نقاط مختلفش چی داریم؟ کوچه خیابونایی که پر درخت بود چی داریم؟ چه مدل از شهرسازی داره اینجا انجام میشه؟ باید بیشتر مواظب باشیم. باید تو پروژه هامون که در واقع داره اجرا میشه به اسم حالا بازآفرینی و حتی پروژه های عمرانی، پروژه عمرانی باید پیوستش در واقع اون پیوست فرهنگی یا زیست محیطی کنارش باشه که این که قرار اینجا ساخته بشه از همون بازآفرینی کار نداره. اینی که میخواد اینجا ساخته بشه قرار چی از بین ببره؟ مردمانی مهربان که هر شب کابوس می‌بینند که فردا صبح که بیدار می‌شوند خانه‌ای را خراب شده ببینند که تنها حوض فیروزه‌ایش باقی مانده. محله خراب شده باشد و خیابانی از روی خاطراتشان رد شده باشد. بولدوزر که می‌بینند بند دلشان پاره می‌شود که مبادا قرار باشد خانه خرابشان کند و ماهی‌های حوضشان را آواره، که مبادا عطر نان پدر بزرگ را از بین ببرند. مردم این شهر شهرشان را همین گونه دوست می‌دارند، همینقدر صمیمی، همینقدر مهربان و قدیمی و پر از شمعدانی که تنها در میان این همه تخریب و خرابی جایی هست. جایی دارند که از تخریب زنده بیرون آمده، حتی شهرها زنده تر کرده و شادابتر. پیاده راهی برای قدم زدن‌های عاشقانه زیر نم نم باران، رفتن به کافه‌های شاعرانه و خوردن قهوه‌ای با دل و جان، نشستن به تماشای تئاترهای خیابانی و گوش سپردن به صدای ساز جوانان. دیدن سلفی ها و صدای خنده مردمان این شهر مهربان، خواندن کتاب در گوشه دنج از این میدان، شهرداری زیبایمان که حالا پیاده راهی فرهنگی شده، شب زنده دارتر کرده مردم این شهر شب زنده دار را و رونق بخشیده به کسب و کارشان. حالا در این پیاده راه کافه های متعددی باز شده که جوانان را دلگرم کرده به کار و زندگی. بحث رو شروع میکنیم از اینجا که اینجا چی بود. تا 3 سال پیش ایستگاه تاکسی بود، ایستگاه اتوبوس بود، خیلی منطقه شلوغی بود، پرهیاهو بود این منطقه، خیلی شلوغ بود. خودم به شخصه میخواستم بیام اون زمان به سمت شهرداری، میدون شهرداری میخواستم بیام، به خاطر شلوغیش و ایستگاه تاکسی یا هر چیز دیگه ای علاقه نداشتم بخوام بیام. ولی
از اونجا شروع شد که اینجا رو تخریب کردن. 1.5 سال 2 سال طول کشید این قضیه تا اینکه اینجا تبدیل شد به پیاده‌راه شهرداری. مردم این شهر دلشان به همین دلخوشی ها گرم است. مردمی که از طلوع خورشید تا غروبش تنها می‌خواهند آرامش داشته باشند و زندگی کنند و دلشان گرم است به قدم زدن در محله ها و خاطراتشان، به راه رفتن در باغ محتشم و تماشای بازی کودکان. دلشان گرم است به خریدن گندم و پاشیدن برای کبوتران سبز میدان و خوردن چند سیخ کباب داغ کنار خیابان. مردم همه جا از همه نقاط میان اینجا، از خارج، از استانهای دیگه. همیشه تبدیل شده به یه نقطه گردشگری. واسه خیلی‌ها خوب بود ولی خیلی هم اعتراض کردن. از روزی که درست کردن ما اصلا از کاسبی اصلا افتادیم. نسبت به کاسبی هایی که قبلا ما داشتیم اصلا کلا زیر صفره. والا ما بیشتر از این انتظار داشتیم. ما از نوشهر اومدیم، توی نوشهر همچین فضایی نیست. خیلی دوست دارم که همچین فضایی باشه، بتونن مردم استفاده کنن همچین فضایی. باید واقعیت رو قبول کنیم دیگه. انصافاً پیاده‌روی شهرداری اتفاق خیلی خوبی بود. وقتی شما یک کاری رو انجام بدید، این کار یک سری در واقع موافق داره، یک سری مخالف داره، یک معایبی داره، یک محاسنی داره. اگر بخوایم در واقع نمره بدیم، اینکه آیا به پیاده راه شما نمره قبولی میدید، میگم قطعاً، و نمره قبولی بالا هم بهش میدن. لذا جز اولین های شهر رشت، این اولین هم میتونیم اضافه کنیم که رشت آغازگر اجرای برنامه ارتقاء قلمرو عمومی به عنوان بخشی از سیاست بازآفرینی شهری شد. مدت هاست دلم برای هم زدن آش نظری مادر بزرگ وسط حیاط خانه، دویدن به دور دیواره چاه آب و قایم باشک در زیر زمین نمناکمان تنگ است. حالا من مدت هاست دلم برای پناه بردن به زیر سردری یک درب چوبی از شر بارانهای بی امان تنگ است. دلم مدت هاست برای آفتاب رنگارنگ روی ایوان خانه کنار شمعدانی ها تنگ است. دلهای ما مدت هاست که چون پنجره های رنگی شکسته خانه مادر بزرگ، ستونهای بلند و ترک خورده و تاقهای ریخته لابلای عطر نان پدر بزرگ و چون کوچه هایی که دیگر نیست، باریک است و تنگ اما گرفته. اون کیفت دیما رنگ امید و بیما خانه تیفندولیما کیسه
qui c'est اون کی دیهتی جانم مستی بهارانم لسی خمارانم کیسه 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 هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دانم خانم هی هی تو مگویس گل کیسه راز چیسه گیرم بزنیتم دانم خانم اون کی فدتی دیم رنگ امید و بیم خانه تفندلیم کیسه 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 اون کی دیهتی جانم مستی بهارانم لسی خمارانم کیسه 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 کیسه